آخرین سوال دوم، آید دشواری تربیه فرزند خصوصا پسر بچه ها در مسافرت آمده شده است، میپرسند که چیکار باید کرد، چه درست تربیه کنه؟ عیناً همین فرزانه چه خیلی که درباره جوان ها گفتم، خصوصا پسر بچه ها رو حتما پیوست کنید به اهل دین. پسر بچه ها مادر و پدر چی میگوید نه چی کار میکند اون رو دیده تقلید میکنند. یعنی تو باید یکم پدر و مادر الگو باشه. خودت تمام روز در تلفن نشسته ای، نمیتوانی بگوی تلفن نقب. خودت یکم بار به دست کتاب نمیگیری، نمیتوانی به او بگو کتاب خوان. خودت در سجده های طولانی نیستی، نمیتوانی بگوی نمازت رو خوشرو خوان. یعنی خصوصا پسر بچه از این که سخن پدر رو گوش کند، کرده پدر رو زیاد میکند. حتما باید پدر و مادر از گفتن زیادتر کرده انجام دهند. دوم اطراف، یعنی تأثیری که محیط میکند، تأثیری که دوستان به فرزند شما میکند، اصلا شما یا که شوهر شما رساندن نمیتواند. حتما باید به انسان‌های صالح آنها رو پیوست کنیم. و سبحان الله، مشکلی ما در چی است خواهران عزیز؟ مشکلی این است که ما گمان میکنیم با یک نصیحتچه ما فرزند صالح میشود. تربیه فرزند تا مرگ است. تا مرگ باید پدر و مادر برای تربیه فرزند خود کوشا باشد، دو کند. ما به شکم فرزند خود خیلی فکر میکنیم، با پوشیدنش خیلی فکر میکنیم. مهمانی میروی چیزی پوش که من در نزد مهمان ها شرمنده نشوم. مکتب میروی چیزی بخور که گرسنه نشوی. اما فراموش میکنیم که مکتب میروی با کی دوستی، مهمانی میروی با کدام انسان ها تو در آنجا همنشین هستی. اگر ما همون گونه که نسبت شکم و نسبت پوشش فرزند خود، نسبت مفکوره او، نسبت قلب او اهمیت دادیم، فرزندها صالح میشوند. اگر ما این چیز را شروع کردیم، اما چه خیلی گفتم مشکلی ما فقط مادیات است و فرزندها هم همین گونه رفته ایستاده.